درود و سلام، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل من. توی این ویدیو قصد دارم بهتون آموزش بدم که چگونه یوسی رایگان بازی پابجی موبایل رو بگیرید. ابتدا شما به یک برنامه به نام مود ام که لینکش رو تو دیسکریپشن براتون گوشم نیاز دارید و میتونید دانلود کنید. پس از اینکه این برنامه رو دانلود کردید واردش میشید. اگر برای اولین باری که وارد این برنامه میشید باید با اکانت گوگل و یا فیسبوک خود ثبت نام کنید و پس از اینکه ثبت نام کنید با یه همچین صفحه‌ای مواجه خواهید شد. همونطور که می‌بینید پایین 5 تا تب داره که یکی یکی براتون توضیح میدم. تب اول موزیک هستش که توی تب موزیک شما میتونید آهنگ گوش کنید و به ازای هر یک دقیقه آهنگ گوش کردن 8 دهم کوین امتیاز بگیرید. یعنی شما اگه 10 دقیقه آهنگ گوش کنید 8 تا کوین میگیرید. قسمت بعدی که خیلی ازش میشه امتیاز جمع آورد و همینطور یوسی رایگان گرفت قسمت بوسترز هستش. توی قسمت بوستر شما میتونید بازی مختلف انجام بدید، توی نظرسنجی ها شرکت کنید و یا اینکه ویدیو ببینید و کوین بگیرید. اول از ویدیو شروع میکنیم. شما 30 ثانیه ویدیو ببینید 15 تا بهتون کوین میده، ولی متاسفانه ما که برای اینکه توی ایران هستیم این زیاد برای ما فعال نمیشه و وی پی ان هم نمیتونید استفاده کنید، چون اگه وی پی ان بزنید وارد برنامه نمیشه. قسمت بعدی قسمت نظرسنجی هاست که این هم تو ایران نمیشه مگر اینکه حالا دیگه دی ان اس بزنید که من زیاد در این قضایی وارد نیستم. و قسمت بعدی آفرز هستش. توی آفرز شما میتونید دو قسمت هست، مگا آفرز و سوپر آفرز، که جفتشون یکیه ولی من پیشنهاد میکنم که کارهایی توی مگا آفرز رو انجام بدید. پس از اینکه وارد مگا آفرز شدین چند دقیقه وای میسی تا لود کنه و پس از اینکه لود کرد میبینید که چند تا بازی برای شما آورده که میتونید انجام بدید و با رسیدن به لولی که خود این برنامه میگه کویناتون رو دریافت کنید. برای مثال بازی اول که اسمش وست گیم هست شما باید به لول 16 برسید توی چند روزی که خودش گفته. برای مثال اینجا نوشته شما 60 روز وقت دارید تا این مأموریت این بازی رو انجام بدید تا بتونید جوایز خودتون رو بگیرید و اگه بعد 60 روز لول خودتون رو تو این بازی به 16 برسونید دیگه به شما کوینی تعلق نمیگیره. خب به برنامه برمیگردیم و توی قسمت تب ها، خب قسمت دیلز که برای ما ایرانیان زیاد کاربردی نداره چون ما در ایران هستیم و تحریم هستیم و زیاد خوب کار نمیکنه. و حالا بریم سراغ قسمت ریدیم و نحوهی که بعد از اینکه کوینا رو گرفتیم چگونه یوسی ها رو بگیریم. توی قسمت ریدیم شما میتونید پولها و یا جم پولها و یا واحدهای دیگه بازی مثل پیپال، جم فری فایر و یا جم موبایل لجندز و یا حتی اکانت استیم و یا پی اس خودتون رو هم میتونید شارژ کنید. فقط کافیه که برای مثال شما 660 یوسی رو بگیرید و پس از اینکه کوین کافی رو داشتید روی دکمه اوکی میزنید. اینجا برای شما ایمیلتون رو انتخاب میکنید و برای ایمیل شما یک کد میاد و پس از اینکه کد اومد میرید داخل سایت میداسپای و در داخل سایت میداسپای شما میرید و ثبت نام میکنید و از اون کد استفاده میکنید که الان برای اینکه بتونید اون ریدیم کدی که برای شما فرستادن و اینجا استفاده کنید باید این عبارت میداسپای رو که لینک سایتش هم باز توی دیسکریپشن براتون میذارم رو در گوگل وارد کنید یا با همین لینکی که تو دیسکریپشن براتون گذاشتم وارد بشید و پس از اینکه وارد شدید شما باید ابتدا فیلتر شکن آلمان رو حتما زده باشید و یا کشوری مثل انگلیس و یا آمریکا. پس از اینکه شما وارد بشید میتونید ترنسلیت رو خاموش کنید. خب پس از اینکه شما وارد شید اون بالا سمت راست قسمتی هست به نام اکانت که وارد میشید که اینجا من از قبل با اکانت خودم وارد شدم. حالا من ساین اوت میذارم که دوباره با هم وارد بشیم. پس از اینکه ساین اوت رو میذاریم مقدار طول میکشه. خب پس از اینکه ساین اوت رو زدیم دوباره روی قسمت آدمک میزنی و اینجا روی قسمت ورود و یا ایجاد حساب که پایینی هستش میزنی. خب اینجا شما حالا کشورتون خود به خود آلمان میزنه و اینجا یه تاریخ تولد قبل از سال 1990 پیشنهاد میکنم انتخاب کنید. من یه چیزی الکی میزنم که حالا زیادم مهم نیست. اینجا ایمیل خودتون رو میزنید، سپس هم رمز عبور خودتون رو میزنید و این دوتا تیک رو میزنید و گزینه ثبت نام رو میزنید. در اینجا یک کد تایید برای ایمیل شما ارسال میشه که اون کد رو وارد میکنید و اکانت شما ساخته میشه. خب پس از اینکه شما ثبت نام کردید دوباره برمیگردید به صفحه اصلی. اینجا بر روی عکس رویال پس و یا یوسی بزنید. پس از اینکه اینجا میدید روی قسمت ریدیم میزنید و وارد قسمت ریدیم میشید. توی اون کدی که توی ایمیل شما فرستادن رو این پایین میزنید و اینجا هم آیدی بازی خودتون رو میزنید و اینجا روی گزینه تایید میزنید و برای شما ارسال میشه.